امروز اومدیم که با هم دیگه یه آیس کافی درست کنیم با سیرپ کارامل. خیلی بوی خوبی میده. بفرمایید یه بو بکنید اینو. به به. اگه براتون سواله که چرا این سیرپ توی این بطری است، به خاطر اینکه خواهرم رفته بود یه شیشه سیرپ خریده بود و من یه مقدارشو خیلی ریختم و من یه مقدارشو کش رفتم. به خاطر همین تو بطری کش رفتم. یعنی میدونید نمیتونستم هم کش برم هم تو بطریش کش برم. دیگه الان بهتر شد. مورد بعدی که نیاز داریم یکم یخه. چیز بعدی که باید بریزیم شیره و در نهایت هم خود قهوه. اینجاش خیلی قشنگه، نگاه کنید. وقتی که همشون دارن با هم دیگه قاطی میشن خیلی خوشگل میشه. نوش جون.